سلام علیکم، دورتون بگردم. من رضام و اینجا ایستگاه لبخنده. بچه‌ها خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. رفتم امروز براتون کلی خل آوردم. هرچی خل و چل و دیونه بوده ورداشتم براتون آوردم بپاچم تو این ویدیو. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. فقط قبلش حمایت یادتون نره، خیلی به حمایتتون نیاز دارم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو فعال کنید، بذارین روی آل تا هر موقع ویدیو گذاشتم یوتیوب بهتون خبر بده که ایستگاه لبخند ویدیو گذاشته. پس بیاین و ویدیو رو ببینید. خیلی خوب بچه‌ها، بریم که با هم دیگه ویدیوها رو ببینیم چی آوردم براتون. رسما دیوونه آوردم. فینگو که میشناسین، آقای ماسماسک بچه‌ها. بریم بدون معطلی سراغ ویدیو. پس بزن که بریم. بریم سراغ ویدیوی اول. به ماشینم میگن بتموبیل، ماشین بتموبیل، من نه بغ داره نه صندلی. ماشین بتموبیل، من ارزون بی معطلی. بتمنی دیدم خیلی. یعنی نسبت به این ویدیو واقعا حرفی ندارم، با اینکه دیدید این آهنگ بتمنی و بتموبیل رو هر کسی که مد کرد لعنت بر شرفش. یعنی کل اکسپلور هم پر شده به من میگن بتمنی یا به ماشین بتموبیل من. یعنی دیگه دیوونه شدم، رسما دارم رد میدم. ویدیو اول بچه هم عین همیشه. حالا من راستی به اینم کار نداشته باشین که چی دیدید، به موضوع نگاه کنید، به چیز دیگه ای توجه نکنید. ویدیو اول رو کار نداریم، زیاد فشار نمیخوریم، میگن انگار خبر شده. میریم سراغ ویدیو دوم ببینیم که سم بعدی چیه. یز حمیده نایبی ملی بندند با یقه باز شرون گورا سر مخواد من دلی جان مستانه درا سر مخواد من دلی جان ببین مشهدی خاره حالی ابو کلبادی تو رو مخواد من دلی جان فاطمه قبادی تو رو مخواد من دلی جان بنی حامله کتون خاله داره مناله تو رو مخواد من دلی جان سگینه قابله تو رو مخواد من دلی جان صدیق انجیر با پیره پیر با بر. یعنی ناموسن دیگه تهشید. اینستا چرا نصب میکنید برای پدر مادراتون؟ بابا یا اینستا نصب نکنید یا قسمت ویدیو سمشو ببندید که اینجور چیزا، یا آمارشو بدید به خود الگوریتم اینستا، بگین آقا اینا اگه چیزی هم گذاشتن شما به دل نگیر، پخش نکن. با اون سن و سال الان تو باید بشینی کتاب شاهنامه رو باز کنی برای نوه ها بخونی شاهنامه که لذت ببرن. اومدی ملی بندنداد با این نه ناهنان چین اینا این بندلی جان. آقا جان کوتاه بیا، روال باش، خود تو حفظ کن مرد حسابی، بزرگ شدی. یادتونه به ما میگفتین که دیگه بستته خرس شدی دیگه رفیق. بریم از اینجا سم شروع میشه. یعنی نگاه کنید، خل با سم قاطی میشه، یعنی هیچی نمیفهمی چی میشه. ببینیم. واسه چی نگاش میکنی؟ کی هستی؟ راسمی من کیه؟ راست میگه، دوست داره نگاه کنه، دوست دارم نگاش کنم. دوست دارم. اینو اومدی به یارو گیر دادی، بعد اصلا نه تو اینو میشناسی نه این اونو میشناسه نه اون دوتاتونو. بعد این میگه این دوست داره نگاه کنه، تو چی کار داری؟ و تو میگه اصلا من کیم؟ شیشه میکشید؟ معتادید؟ این رسما آخر من دست شما دق میکنم با این کلیپ ساختناتون. چه سناریو شعریه؟ یعنی چی؟ چرا اصلا باید این شکلی باشه؟ ای بریم سراغ ویدیو بعدی ببینیم ویدیو بعدی چیه. سلاح اصلی اینجاست، حالا توی برو شمشیر بخر، اصلا تو با تانک بیا بچه خوشگل.
یه گندگوز دیدیم، گندگوز مجازی. بعد حالا اینو اگه یه مرد میگفت خب درست بود، مشکل نداشت. دقیقا اون چیزی که گفتی اونجا مگه یعنی که منظورم اینه نیست. خب بچه تو کامنت ها شما بگید چیزی هست که بخواد اونجا دوستان عزیز نرین الکی شمشیر نخرید بچه خوشگلا، بعد اونجایی که اون گفت باشه. هیچی نمیگه، شما هم پر رو میشین. بعد خدا لعنتتون کنه با این ویدیو ساختنتون. بریم ویدیو بعدی. این ویدیو بعدی چیه؟ من از طرف آقای قاضی عذرخواهی میکنم. آقای قاضی اشتباه کرد که نمیدونست اینایی که شما گفتید. بعد پوفیوز موزیکو حفظ کن، حداقل داری داوسمشیو میگیری، داری پلی بک میکنی، حداقل موزیکو حفظ کن. جدا از این کثافت کاریا چیه ساختی؟ رسما یه تیکه پلاستیکی که دختره تجزیه نشدنی. تربیت. چی تولید میکنید؟ چی دارید میسازید؟ خلا دیوونه شدم رسما. احساس میکنم چند وقتی یاد دارم ابن سینا بستری بشم از دست اینا. به هم ریختم. بریم ویدیو بعدی. میگفت حالا کاری برای راضی نگه داشتن یا خوشحال کردن کسی انجام ندادم. بیچاره تا حالا عاشق نشده بود. آقای فیلم بردار بزن سوسماس. چی داری میگی؟ الان این اون خوشحال کردن یکی رو بخوای خوشحال کنی چه ربطی داره که عاشق باید حتما مگه بشی؟ چی میزنید ناموسا؟ اینا از کجا میاد این شعر و ورار؟ خولید مگه؟ بله شما درست بفرمایید. ناموسا خولید مگه؟ چی میسازید؟ یعنی چی؟ اگر درک نمی کنم، یا من شعورم خیلی پایینه یا اینا فهمشون اصلا نیست. چی ساختین؟ خب دوستان من رسما دیوونه شدم. بعد از این ویدیو میرم خودم معرفی میکنم به یه دونه بخش بسیار با مراقبت‌های ویژو که دیگه رسما رد دادم، کاملا به خدا رد دادم. بریم ویدیو بعدی. ویدیو بعدی چی؟ اینقدر کسی بغلم نکرد که دیگه خودم زدم بغل. بده شیش بخور کشمیش. چشم رسما چشم. چرا یکی باید بیاد بغلت کنه؟ با این سابقه کذاهی که تو از خودت ساختی تو فضای مجازی، یکی دیوونه است مگه بیاد تو رو بغل کنه؟ آدم قطعیه مگه؟ بعد از بس بغل نشدی زدی بغل. کشتیمون با این محتوا و این جملات کاملا رو ریاکت درست. نفله سینی پرتغال اونجا چیکار میکرد؟ خوب نمیتونم. بدبختی. چرا هیچی با هم جور در نمیاد تو ویدیوهایی که میسازید؟ فقط دنبال منو دیوونه کنید به قرآن. بریم یه سم خلوچلی در هم ویژان دیگه ببینیم با هم دیگه. خانم دنبال چی میگردی؟ دنبال عشقم. کجایی؟ دنبال دارم میگردم. پیداش کردم. بیتر بیا.
من دیوونه شدم. دنبال عشق تو سطل آشغال میگردی؟ بعد خب این اومد پیدات کرد. چرا باید دوباره هر کدوم رفتین یه سمت؟ این اون وسط چی میخواد؟ ایو رفت. میگ خدایا بس دیگه. چی کار میکنید؟ چرا اصلا شما وایرال میشید؟ چرا اصلا باید تو اکسپلور من باشید شما؟ چرا من باید 24 ببینمتون؟ انشالله که از این حجم فشار من یه خورده کاسته بشه، چون دیگه واقعا از حجم فشار زیادی که دارم میخورم حساب میکنم. من میرم ابن سینا امشب چیز میکنم، رزرو میکنم یه تخت خوشاب و هوا رو به منظره یه دیوونه خونه دیگه. فیکس. بریم ویدیو بعد ببینیم ویدیو بعد چی در انتظارمونه. هی رفیق، شیرین اصل‌ترین خودمم. اگه من کادوی ولن بودم دوست داشتی چی بودم؟ این زیر بگو. من کادوی ولنم. جذاب و شیرین. این زیر بگو. بچه‌ها اینو من خدا شاهده واقعا نمیکشم جواب بدم. خب اینو شما تو کامنت ها جواب بدید. اگر ایشون کادوی ولنتاین میشد چی میشد؟ من جوابم مشخصه، میدونید چی میشد، ولی خب شما هم خواهش میکنم نظرتون رو بدین تو کامنت ها. حتما برام بنویسید که اگر ایشون کادوی ولنتاین میشد یا به قول خودش ولنت میشد چی میشد؟ گوه وامونده کسافت، انای خز، بیشورا. هی نمیخوام بیادب بشم ها. بریم ویدیو بده. همه چی رو میگی بعد میگی نمیخوام اینجوری بشم. تو هم رسما دیوونه یا آرزا. بریم ویدیو بعدی. دوست عزیز، یادته میگفتی میخوام با پول همستر لنکروس بخرم، اما حالا چه خبر؟ خواستم بگم یه لاستیک دوچرخه هم نمیتونی بخری. بده 6. برو بچه برو نمو بیا چشم و ابرو. برو بچه برو. من کار ندارم. احساس میکنم تو هم به اون شرایط دوچار شدی، از بس زدی رو گوشی اون شکلی شدی. بعد به تو چه؟ یارو نتونسته لاستیک دوچرخه بگیره تو رو سننم. مگه تو اداره مالیات کار میکنی پوفیوز؟ اصلا تو چی کاره این وسط که بیای بگی که آقا زخم زبون بزنی به ملت؟ به تو اصلا ربطی نداره. اصلا به من چه؟ نابود میکنین دیگه، نمیذارین اصلا 5 دقیقه نمیذارین آدم روانش درست حسابی کار کنه. چرا اینقدر بیشوری؟ چرا اینقدر گاوی؟ حتما باید یه چیزی بگم. دهن آدم باز میکنید. نکنید این کارو دیگه. اصلا یه وضعی هم ناجور. به تو چه که اون نتونست همسترش پول نشد، اصلا نتونست لنکروز بخره. آرزوشو داره، عشقشو داره، میخواد اصلا رو هوا دستمال بکشه. چون به تو چه اصلا. ویدیو بعدی رو ببینیم چی. خدایا. ترکیبی که هیچ وقت باخت نمیده فقط دوغ نعنا و روغن. همون انوگوی خودمونه بچه. اما الان ترجیح من آبه. تو برای افطاری چی میخوری؟ حتما بنویس. به تو چه؟ دیگه اصلا ریاکت نمیرم. اصلا حالم بد شد. من دوغ نعنایی با روغن بعد اصلا ملت اسکل گیر آوردین. رسما اکسپلور شده پر از آدمی که فکر میکنه زرنگ و ملت اسکل. دوغ نعنا و روغن ترکیب برنده. مرگ بمیری. بعد من ترجیحم بعد بخونه میخوردی 1 ماه ازحال بودی دیگه، شکم و دل و رودت اصلا به خودش نمی اومد.
دیوونه خون است، رسما دیوونه خون است. یعنی باید اینستاگرام یک فضایی رو بزنه مثل اسکوید گیم، همه اینا رو بپوچونه اون تو، این بازی اصلا برنده هم نداشته باشه، همه رو بکشه، بعد فیلمشو پخش کنه لذت ببریم. یعنی اگه یک سریال 1000 قسمتی هم باشه من میشینم نگاه میکنم با اشتیاق. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه من بودین و فشار خوردن بنده رو تحمل کردید. امیدوارم که تونسته باشم اندکی لبخند به لبای تک تکتون بیارم. بچه‌ها بریم که آماده بشیم برای ویدیو بعدی. الان ساعت 2 خورده شب، من روزا چون سر کارم نمیرسم ویدیو بگیرم، مجبورم شبا ویدیو بگیرم که هم بتونم به کارم برسم هم به شما. پس منو از حمایتتون به هیچ عنوان دریغ نکنید. یه لایک و یک ساب خیلی جزئی برای شما 1 ثانیه کار داره، ولی برای من 1 دنیا ارزش داره و منو هرچی سریعتر از این وضعی که هستم و از این حالت فعلی که دارم نجات میده و به دنیای بهتری هدایت میکنه و من میتونم کیفیت ویدیوها رو، تجهیزات ویدیوها رو بیشتر کنم و برای شما خیلی ویدیوهای با کیفیت تری بگیرم. دمتون گرم، خیلی دوستتون دارم، میبوسمتون از همینجا و از همین تریبون.